رهبران دنیا به رهبری رئیس جمهور آمریکا توافق صلح غزه را در مصر امضا کردند و آقای ترامپ پایان جنگ غزه و آغاز آرامش پایدار در خاورمیانه را اعلام کرد. آتش بس برقرار است، گروگانها آزاد شدند، اسرائیل عقب نشینی کرد و زندگی جریان یافت. هنوز اما سوالات بزرگ پیشی روست. آیا جنگ برای همیشه پایان یافته؟ سرنوشت حماس چه خواهد شد؟ فلسطین آزاد خواهد شد؟ جای کشورهایی چون ایران چرا خالی بود؟ بینندگان افغانستان 1400 در سراسر جهان سلام. من احمد رشاد ظریف هستم و با دکتر عبداللطیف نظری استاد روابط بین الملل و معین وزارت اقتصاد به این موضوع میپردازم. تشکر جناب دکتر از حضورتان. چه چیز سبب بازگشت آرامش حتی موقتی هم باشه به غزه شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز و نجیب افغانستان. در واقع آنچه که شما در پرسش خود مطرح کردین از چند زاویه میتونه قابل بحث باشه. یکی از زاویه داخلی، مقاومتی که در غزه شکل گرفت و علیرغم کشتار، فشار، آوارگی، گرسنگی، زیر آوار ماندن، مردم غزه همچنان مقاومت کرد و از روند مقاومت دست نکشید. درست. فاجعه انسانی و نسل کشی در غزه شکل گرفت، اما این مردم از پا ایستاد و همچنان ایستادگی کرد و به این نتیجه رسید که هزینه ایستادگی کمتر از هزینه تسلیم و سازش است. این از بود داخلی سبب شد که اسرائیل و حامیان اسرائیل به این نتیجه برسه که آتش بس تنها گزینه است. دقیقاً. دوم، بود بین المللی و بود بیرونی هست. ما شاهد بودیم که حتی از خیابان‌های نیویورک تا پاریس تا لندن تا کشورهای آفریقایی، خود اسرائیل حتی دقیقاً مخالفت علیه کشتار در غزه شکل گرفت. راهپیمایی‌های گسترده به وجود آمد و کشورها برای نخستین بار فلسطین به رسمیت شناخت. و از کودکان غزه از گرسنگیشان رنج کشیدن، اظهار تأسف کردن، حمایت کردن و حتی در موارد کمک فرستادن. یعنی وجدان جهانی و افکار عمومی جریحه‌دار شد. درسته. بنابراین این دو تا فشار دست به دست هم داد و در نهایت ما شاهد بودیم که این آتش بس ولو موقتی، پایندهش البته مشخص نیست، درسته، شکل بگیره و اسرائیل عقب نشینی بکنه و مردم آواره و مهاجر غزه کم کم بار دیگه به زادگاه خود برگردن. درست است. دو طرف همدیگر را پیروز میخوانند. اسرائیل میگه حماس ناگزیر به آتش بس شد، چاره‌ای نداشت و در آستانه نابودی بود و حماس و فلسطینیان و مسلمانان باورشان است که نه خیر، اسرائیل بود که شکست خورد. سرانجام اینا داعیه‌شان را به دست آوردن و تانستن که بقای فلسطین را تضمین بکنن و اسرائیل شکست بدن. من باورم است که اسرائیل شکست خورد. چرا شکست خورد؟ دقیقاً خود آقای نتانیاهو در مصاحبه خود اعتراف کرد که این جنگ ما برای بقا هست. یعنی مفهومش است که پس موجودیت اسرائیل توسط جنبش مقاومت فلسطین از جمله حماس با چالش روبرو شده بود. جنگ برای بقا بسیار واضح است، یعنی برای موجودیت خود. یعنی پس اینقدر توانمندی در جبهه مقاومت فلسطین وجود داشته که بقای اسرائیل با چالش روبرو شده. درسته. یک نکته دومی که از نظر افکار عمومی و از نظر منطق روایتی هم اسرائیل شکست خورد. در واقع مردم فلسطین دیگه با عنوان تروریسم یا تروریست مطرح نیست، تهدید امنیتی برای جهان مطرح نیست، در حالی که قبلا اسرائیل این روایت را در افکار عمومی دنیای غرب باز تولید کرده بود، نهادینه کرده بود که اینا تروریست هستند. درسته. نه تنها حماس که کل فلسطینی ها را، بله. درسته. و به همین جهت بسیار براحتی میتونست اینا را بکشه. وقتی که تظاهرات به حمایت از مردم فلسطین، به حمایت از مردم غزه در تمامی جهان برگزار میشه، مفهومش است که از نظر روایت اسرائیل شکست خورده. درست. شما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدید وقتی نتانیاهو پشت میز خطابه رفت، حتی نمایندگان کشورهای حامی اسرائیل جلسه را ترک کردند. پس مفهومش است که یک نفرت جهانی، یک رستاخیز جهانی علیه اسرائیل شکل گرفته بود. و این نشان میده که روایت مردم فلسطین، مقاومت فلسطین، روایت غالب، مسلط
و با مشروعیت جهانی همراه و توامان هست. درست. و آقای دونالد ترامپ را نقشش را چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه در داستان اخیر دیگه شخصی محوری آقای ترامپ است و این افتخار را فکر میکنه خودش داشته که صلح را در خاورمیانه برقرار بکنه و آقای ترامپ که جایزه صلح نوبل را به دست نیاورد و ادعا میکنه به 7-8 جنگ پایان بخشیده، به نظرتون واقعا کار اون بوده ای؟ من فکر نمی کنم که کار آقای ترامپ باشه. بیشتر اشاره کردم صلح آقای ترامپ یعنی مورد سواله. ببینید آقای ترامپ در زمان دولتش و حاکمیتش توافقنامه دوحه بین امارت اسلامی و آمریکایی ها هم شکل گرفت. اما مسئله اصلی اینجاست که ما باید بر ریشه ها و متغیرهای اصلی و کلیدی توجه بکنیم. اگر مجاهدین امارت اسلامی در برابر آمریکا و ناتو مقاومت نمی‌کردند، جنگ نمی‌کردند، جهاد نمی‌کردند، توافقنامه دوحه شکل نمی‌گرفت. در فلسطین هم اگر مقاومت وجود نمی‌داشت، صلح آتش بس شکل نمی‌گرفت. پس ببینید ریشه اصلی ایران برمیگرده با مقاومت حماس و مردم غزه و ایستادگی از اینا در برابر سیاستی از نیل تا فرادی که اسرائیل یک روزی در دکترین سیاست خارجی خود تعریف کرده بود. ولی در نهایت ما دیدیم که در غزه، اما غزه‌ای که ویران شد، این سیاست متوقف شد. بله. نتونستن پیشروی بکنه. بنابراین این مقاومت بود که در واقع باعث شد که یک ذهنیت جدید در سطح جهانی شکل بگیره و یک سوی مقاومت ما فراموش نکنیم که مظلومیت بود، رنج بود که مردم غزه متحمل شدند. خود از این وجدان جهانی را جریحه دار کرد و در نهایت ما شاهد بودیم که فشارهای مختلف حتی از سوی کشورهای غربی حامی اسرائیل شکل گرفت و این باعث این شد که عملا اسرائیل از نظر منطق خود تنها احساس بکنه و اینجا بود که متوسل شد به دامن آقای ترامپ و آقای ترامپ مصر و قطر و ترکیه و کشورهایی که میانجیگری کردن. خب این کشورها در واقع نگاهشان متفاوت است با نگاه ایالات متحده آمریکا. آمریکایی ها صراحتاً اعلام میکنه که اسرائیل برای ما از یک موقعیت راهبردی برخوردار است. بله. و ما تحت هر شرایطی از اسرائیل حمایت میکنیم، از نظر تسلیحاتی، از نظر مالی، از نظر اطلاعاتی، از نظر لوجستیک. اما کشورهای اسلامی از جمله کشورهای عربی اینا تلاش میکنه که یک صلح دوامدار در اینجا شکل بگیره که برای رنج مردم غزه نقطه پایان گذاشته شود و در عین زمان جهان اسلام دچار در واقع بحران‌های مختلف نباشه، چون این بحران اگر ادامه پیدا میکنه کل دنیا اسلام در بر میگیره. البته خب نگاه‌های متفاوت در بین کشورهای اسلامی، سران کشورهای اسلامی وجود داره که او نیازمند یک بحث جداگانه هست. درست است و اینکه روی ایران مفصل یک بحث دیگه خواهیم داشت، اما فعلا روی محور مقاومتی که ایران محور مقاومتشان میخوانه. خب اکثر مسلمان ها نه تنها حماس که او طرف حوثی ها، او طرف هشت شعبی و چند گروه مقاومتی دیگه در منطقه بیرون از فلسطین بودن که در کنار حماس برای اسرائیل چالش ایجاد کردن. فکر میکنین غیر خود مردم غزه بقیه مسلمانای منطقه هم تانستن در بقای غزه و فلسطین و حماس و حفظ روحیه مسلمانای اونجا برای رسیدن به یک چنین روزی نقش داشته باشن؟ خب ببینید اصولا بحث غزه وقتی که مطرح میشه ما ایره یک نوع شکست تمدنی غرب ارزیابی میکنیم. خب ببینید به این معنا اگر شکست تمدن غرب در برابر کدام تمدن؟ بله، تمدن غرب از حقوق بشر همیشه صحبت میکنه، از حقوق زن، از حقوق کودک. اما ما در غزه چی مشاهده کردیم؟ خلاف اینها را. دقیقاً. و این غرب تا مقاطع نهایی را سکوت کرده بود. حتی برخی از اینا اسرائیل تجهیز میکردن. اسرائیل که با سلاح غربی حمله کرد به قطر، به ایران، به سوریه، به لبنان و همینطور به غزه. مفهوم از این است که پس او تمدنی که خود را پیش قراول و پیش آهنگ و پیش کسبت حقوق بشر میگرفت چرا سکوت کرده بود اینجا؟ ببینید به این دلیل من این یک نوع افول هژمونی تمدنی غرب ارزیابی میکنم و همین فشارهای افکار عمومی بود که از سطوح مختلف ملت ها افکاری که وجدان بیدار داشتن در برابر کشورهای خود، در برابر حاکمان خود و دولتهای خود در واقع تظاهرات کردند خشمگینانه و پرچم اسرائیل آتش زدند. ببینید اینا نشان دهنده است که
پس در غزه اتفاقی افتاده که ما میتونیم مقاومت فلسطین پیروز ترقی بکنیم. چرا؟ چون هر نقطه از گفتمان آغاز میشه، از روایت آغاز میشه، از تسخیر ذهن آغاز میشه و این مقاومت اذهان در دنیا تسخیر کرد. این شما میخواید در پاسخ ما بگین که همه مسلمانای منطقه نقش داشته، یعنی من فقط حوثی‌ها و هشت شعبی و حماس و اینا رو به عنوان گروه‌های نظامی مطرح کردم، ولی پشت سر اینا مردم بوده دیگه. داعیه‌ای که خلاف آنچه به عنوان تمدن غرب شما مطرح کردین، این داعیه پشتش بوده که او تمدن شکست داده. بله، ببینید وقتی که جنگ تمدن‌ها یا ستیز تمدن‌ها را هانتینگتون سالها قبل مطرح کرد، عملا ما ایرا در همین شرایط فعلی مشاهده میکنیم و این واقعیت است. درست تحت تاثیر امپراتوری رسانه‌ای غرب خیلی این مجال بهش پرداخته نمیشه یا بحث ها مطرح نمیشه، اما واقعیت اصلی است که در غزه عملا چون این روند را ما شاهد بودیم و در واقع اصلا تحولات غزه یک نظم جدید در غرب آسیا یا خاورمیانه باز تولید کرد که در این نظم جدید باور من است که دنیای اسلام بار دیگه شکوه و عظمت و تمدن خود را احیا خواهد کرد. پس پاسخ پرسش قبلی ما حالی پیدا کردم از شما که بگین تمدن غرب در برابر تمدن اسلام شکست خورده. واقعیت مسئله است که بعد از جنگ‌های صلیبی همواره این ستیز تمدن‌ها وجود داشته، یعنی به جای گفتگوی تمدن‌ها ما عملاً ستیز تمدن‌ها را داشتیم. تنها اسلام نیست، درسته اسلام را یک چالش بسیار جدی مطرح میکنه هانتینگتون، همونطور که کنفوسیوس مطرح میکنه. امروزه شما مناسبات آمریکا و چین در نظر بگیرید، بله. این در واقع برمیگرده آغازش به جنگ تمدنی که کنفوسیوس هم از نظر هانتینگتون که نظر پرداز سیاست خارجی آمریکا بود، یک چالش برای تمدن غرب که پایان دموکراسی را یا پایان در واقع فرایند نظم سیاسی را آقای فوکویاما مطرح میکنه. یعنی نظریه لیبرال دموکراسی را وقتی که مطرح میکنه که پایان تاریخ هست، ما عملا در اون نقطه مقابلش پایان دموکراسی را مشاهده میکنیم. پایان دموکراسی لیبرال در بسیار از مناطق به چالش کشیده شده و امروزه او محبوبیت خود نداره، رو به زوال هست. این هم برمیگرده دقیقاً به همین نقطه زوال تمدن‌ها که ناشی میشه از جنگ تمدن‌هایی که وجود داره. امروزه غرب با چین مشکل داره، با روسیه مشکل داره، با کشورهای اسلامی، تنها با ایران نیست، با کشورهای عربی هم این مشکل داره. بنابراین آنچه که میتونه به عنوان یک نقطه محوری مطرح شود است که نظم جدیدی که در غرب آسیا و خاورمیانه هست با تحولی که در غزه شکل گرفت، استادگی که در مردم فلسطین از خود نشان داد، در حال باز تعریف هست و این میتونه به نفع دنیای اسلام باشه. چرا؟ چون در حال حاضر که بحث آتش بس مطرح میشه، طرف اصلی مقاومت فلسطین است، حماس است. اگر یک نیروی شکست خورده باشه کس با او صلح نمیکنه، آتش بس نمیکنه و وارد گفتگو نمیشه. بسیار ممنون. باز میگردیم دوباره، اما پیش از او میان برنامه کوتاه. ادامه گفتگو. آقای دکتر، حالا برسیم به ایران که جای ایران در این جمع آمدی به اصطلاح آقای ترامپ بزرگترین جمع آمد برای آرامش در منطقه پس از 3000 سال خالی بود و اما در مورد ایران صحبت شد. همه صحبت کردن، بخصوص آقای ترامپ صحبت کرد که واکنش ایران را هم که جایش خالی بود برانگیخت. آقای ترامپ گفت اگر ایران را نمیزدیم، برنامه هسته‌ایش را نابود نمیکردیم و تضعیفش نمیکردیم، صلح در غزه برقرار نمیشد. خب درسته که ایران یکی از نشانه های بسیار بارز در پشت سر محور مقاومت به ویژه حماس در سالهای متمادی بوده که تانسته مقاومت کنه، این یکی از پشتوانه هاش بوده و حالا که جاش در اونجا خالی هست، چرا اصلا جاش خالی است؟ سوال اول می است. سوال دوم ای است که چه خواهد شد؟ خب ببینید، اولا محور مقاومت یا مقاومت فلسطین یک داعیه کلان داره و او برقراری عدالت و تشکیل دولت مستقل فلسطین که ما به این نزدیک میشیم، چون شمار از کشورها دولت مستقل فلسطین به رسمیت شناخته، حتی کشورهای غربی. دومی که آزادی قدس بخشی از این میشه. دقیق وقتی دولت مستقل فلسطین شکل میگیره، مفهومش است که ما به او داعیه
دست پیدا میکنیم. بیت المقدس همشی ثبت میشه. بله خب این البته جزئیاتش ممکنه باز یک زمان زیادی را در بر بگیره. بله چالش هم هست دقیقاً. خب بدون چالش نبوده اصولا مقاومت فلسطین بدون چالش نبوده. بسیار هزینه داده، هنوز سرانشان رهبرانشان در واقع در زندان هستند شمارشان و قربانی های زیادی داده که تمام دنیا از او با خبر هست. دومی که ریشه مقاومت در تمام منطقه نه تنها در دنیای اسلام نه تنها پشتوانه ایران که بیشتر بله. ترکیه امروزه حامی مقاومت هست و در اونجا اینا دفتر دارن. قطر یکی از اضلاع همین نشست دیروز دقیقاً قطر در واقع شما دیدین که به خاطر اینکه جنبش حماس در اونجا وجود داشت، حضور داشت، بله دقیقاً مورد حمله قرار گرفت. و همینطور کشورهای دیگه. من عرض کردم که یک داعیه انسانی هست و اگر در افریقا از اینا حمایت صورت میگیره به خاطر مو وجدان انسانی هست. نقش ایران برجسته تر نبوده از همه کشورها. بدون شک ایران به عنوان یک بازیگر مهم و کلیدی و بازیگر ژئوپلیتیک در تحولات منطقه مطرح است و این مال امروز نیست. بعد از اینکه نظام شاهی در ایران سرنگون میشه و انقلاب اسلامی در ایران شکل میگیره، خب داعیه حمایت از جنبش های مقاومت اسلامی، داعیه حمایت از مستضعفین و مقابله با ادبیاتی که اونا مطرح میکنه با استکبار جهانی، بله. جزء اصول سیاست خارجی ایران بوده. با آقای ترامپ مخالفین که میگه اگر ایران را سرکوب نمیکردیم در غزه صلح برقرار نمیشد. من فکر نمیکنم که او تعبیری را که غرب یا ایالات متحده آمریکا از ایران داره تعبیر واقعی باشه. یعنی به این معنا من باور ندارم که ایران تضعیف شده باشه در این منطقه. درسته. همچنان به عنوان یک بازیگر مهم مطرح است. ببینید جنبش های مقاومت اسلامی، شما جنبش حماس در نظر بگیرید به عنوان یک مدل و یک نمونه، اینا ریشه های تاریخی داره، اینا نیروهای فکری و اندیشه هست، این یک فلسفه سیاسی داره و این شما با از بین بردن چند فرد حتی چند رأسش نمیتونید از میان بردارید. درسته. شما جنبش اخوان المسلمین در نظر بگیرید. بله. اگر باورتانی است که ایران تضعیف نشده، از این لایه چقدر موافق یا مخالف آقای ترامپ هستین که خب چون ایران تنها کسی بوده که این گروه ها را حزب الله، حماس، حوثی ها، هشت شعبی و اینا را پول و امکانات و سلاح میداده، به این خاطر بوده که حالا ایران را تضعیف کردن و عقب نشینی کردن و گویا به قول اونا حالا اتفاق افتاده، صلح برقرار شده. ببینید در جنگی که در منطقه شکل گرفت و حمله ای را که اسرائیل علیه ایران انجام داد برخلاف منشور سازمان ملل متحد و همینطور بر سوریه و قطر، ایران با آخرین تکنولوژی و فناوری غرب جنگید. تنها با اسرائیل نجنگید. اسرائیل با پیشرفته ترین تسلیحات غربی بر ایران حمله کرد، با حمایت اطلاعاتی، لوجستیکی، مالی و سیاسی غرب بر ایران تجاوز کرد. درست. اما از اون طرف دیگه ما دیدیم که یک روز طول نکشید که موشک‌های ایران بر اسرائیل مثل باران تمام فرآیندهای مدیریتی را تحت تاثیر خود قرار داد و برای اولین بار بود که دنیا مشاهده کرد که رادارهای اسرائیل نتونست جلوی موشک‌های ایران بگیره. بله. اما اونایی که آمریکا براش داده بود. دقیقاً تاد بزرگترین فناوری بود، نتونست در برابر موشک‌های ایران در واقع یک فرایند دفاعی را شکل بده و موشک‌ها اصابت کرد. دقیقاً. و حتی مراکز حساس اسرائیل مورد اصابت قرار گرفت. برای اولین بار دنیا مشاهده کردند که اسرائیل موشک باران شد و مثل غزه شهرهایش و ایران شد. پس بنابراین مفهوم از این است که پس یک کشور در برابر کل فناوری قدرت‌های غربی و آخرین یافته‌های فناورانه غرب مقاومت کرد، همچنان پابرجا ماند، نیست سقوط کرد. برعکس مردمش هم متحدتر شد. این بزرگترین سرمایه است. همونطور که مثلا ما همیشه تاکید میکنیم بزرگترین سرمایه ما وحدت ملی ماست و ایران از این جنگ بهره برداری کرد. تمام مردم حتی مخالفان سیاسیشان متحد شد و کنار حکومت خود استاد شد. هرچند کسایی مثل آقای پهلوی وینا کنارشان نایستاد در جنگ 12 روزه. خب پهلوی را من تشبیه بکنم مثل برخی مخالفان سیاسی امارت هست که در امو فضای مجازی 50 سال است که حضور داره اما هیچ ریشه اجتماعی هم تا حالا نتونسته در ایران کسب بکنه. درسته. حالا چه خواهد شد؟ این آتش بس چند بار دیگه قبل از آتش بس برقرار شده ولی شکست. آقای ترامپ خیلی با اعتماد به نفس میگه این دوام خواهد آورد. دوام خواهد آورد.
ببین دو تا چالش مهم وجود داره. یکیش دقیقاً همین چالش است که ممکنه این آتش بس موقتی باشه. بار دیگه اسرائیل کدام اشتباه محاسباتی انجام بده، حماس انجام نمیده، طوفان الاقصی یا حادثه اکتبر شکل بگیره. من باور ندارم، به خاطر که ببینید حماس همیشه دفاع کرده. حماس سرزمین کسی را غصب نکرده. حماس دفاع کرده. بنابراین این اسرائیل است که سیاست از نیل تا فرات را در دستور کار خود قرار داده بود. نسبت تنها به فلسطین نیست، شما بلندی های جولان در نظر بگیرید. نیل تا فراتش کلی همین خاورمیانه است دیگه. ببینید در اردن سابقه حمله داشته، در مصر داشته، در سوریه که تمام زیرساخت‌هایش را از بین برد. ببینید بر قطر حتی به عنوان یک کشوری که همیشه میزبان فرآیندهای صلح بوده در این منطقه حمله کرده. بنابراین یمن همینطور. ما باورم است که در واقع اولین چالش است که یا آتش بس موقتی باشد، تاکتیکی باشه، پایدار نباشه و استراتژیک و راهبردی نباشه. هدفش آزادی گروگان ها باشه و بعد دوباره جنگ. بله، چون زیر فشار افکار عمومی در داخل اسرائیل قرار داشت. دوم آنچه شما اشاره کردین، نبود ایران خودش یک چالش است. ایران هنوز یک بازیگر بسیار مهم در منطقه هست. بنابراین توانایی ایدئولوژیک داره، توانایی تکنولوژیک داره. چرا ایران نیامد شرکت نکرد؟ خب این به روی کرد سیاست خارجی ایران برمیگرده، به خاطر که ایران اصولا از مقاومت حمایت میکنه و باورش است که هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش هست. به او دلیل که با توجه به این دیدگاهی که در روی کرد سیاست خارجی خود داره تلاش میکنه که در واقع این فرآیندها با استقبال روبرو نشود. درسته. اما سرنوشت حماس جناب دکتر چه خواهد شد؟ اونا که خیلی میخواهند که حماس خلیصلا شود و دیگه در حکومت نقشی نداشته باشه و اینها، ولی یک بخشی از تفاهم نامشون گونه ای است که برای اروپایی ها نگرانی خلق کرده و در اوجا آمریکا موافقت کرده که تا یک دوره کوتاه مدت حماس میتونه در حکومت هم نقش داشته باشه و سلاح هم داشته باشه. خب من فکر میکنم به قول هانا آرنت یک بی‌تفاوتی اخلاقی هست یا یک ابتذال شر هست به تعبیر هانا آرنت. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی شما با طرف اصلی مذاکره میکنید، با او توافقنامه امضا میکنید، باز چطور میتونید او را از صحنه حذف بکنید و از او بخواید که شما مشارکت نداشته باشید؟ فعلا طرف اصلی حماس است و مقاومت را هم حماس کرده، سران خود از دست داده. بسیاری از چهره هایی که به عنوان الگو در دنیای اسلام، نه حتی در غرب، برای مسلمان ها مطرح است. شما تصویر یحیی سنوار را در نظر بگیرید، در بسیار از کشورها به عنوان یک الگو مطرح میشه. بنابراین من فکر میکنم که این یک روند کاملا غیر عقلانی است، غیر منطقی است و خودش آغاز یک روند منازعه برانگیز هست. چرا؟ وقتی که شما با یک نیرویی که حاضر شده توافقنامه امضا بکنه باز هم به گونه‌ای برخورد میکنید که به حذف مطلق از او یا به تفاوتی اخلاقی میاندیشید، مفهومش است که به صلح پایدار باور ندارید، اعتماد ندارید. به این خودش فضای بی‌اعتمادی را و فضای در واقع شکننده را در مناسبات دو طرف ایجاد میکنه. بسیار خوب جناب دکتر، 2 دقیقه آخر بحث است. نتیجه گیری را من از شما باید سوال می داشته باشم که تصویر آینده خاورمیانه چی است؟ اون تصویر آرمانی را که صلح هست میبینید شما یا این چالشایی را که فعلا مطرح کردید دوباره آتش جنگ را برخواهد افروخت؟ من باورم است که فعلا جنگ در میدان خاتمه پیدا کرده و اسرائیل سربازانش از بخش‌های غزه عقب نشینی کرده. بله. حماس هم روند قبول کرده و در حدود 20 کشور جلسه در شرم الشیخ برگزار کردن. اما نبرد اصلی بعد از این نبرد در ذهن خواهد بود، نبرد روایت ها. بله. خب. به خاطر اینکه حماس یا مقاومت فلسطین تلاش خواهد کرد که افکار عمومی را به پیروزی خود راهنمون بشه و از او طرف دیگه در واقع دنیا را افکار عمومیش به گونه‌ای برانگیزه، تحریک بکنه و اقناع بکنه که دیگه به اسرائیل اجازه داده نشود که خود را مظلوم، آنچه که در هولوکاست مطرح کرده بود، تلقی بکنه. برعکس به عنوان یک نیرویی که قتل عام را در غزه مرتکب شد، کودکان هنوز جنازه هایش زیر آوار هست و از گرسنگی جان دادن. این مهمترین مبارزه و پیام فلسطینی ها خواهد بود که به باور من از او میدان که بسیار موثرتر خواهد بود. درست. بنابراین من باورم است که
در این حوزه نبرد اصلی از همین لحظه آغاز خواهد شد و فلسطین پیروز این نبرد خواهد بود. بسیار ممنون از شما دکتر عبداللطیف نظری، استاد روابط بین الملل و معین وزارت اقتصاد بابت حضورتان. سلامت باشید. و سپاس از شما که همراه ما بودید. تا فردا شام لحظه ها بکام.